شخصا من خودم طرفدار دونالد ترامپ هستم، چون که او در همون چی پیش از انتخاباتیش گفته بود که اگر من پرزیدنت شوم جنگ اوکراین و روسیه باید با آخر رسد. برای همین من 100% طرفدار دونالد ترامپ. من گفتم اینترس ما همین تاجیکستان عبور باشه، ما پیروان جناب عالی بودیم، این هستیم، این میمونیم، همین تنجی برای ما بسای دیگه اگه چی گفتن نبود. خدمتچی دولتی بودم، خانه و در زمین دولتی ندادیم، اگه چی نکی مشکلونه امیر وطن میکنیم در کورس جون برای وطن میتیم. یا زنه که ماست هوای میدونم تا هوای شود باید نمیشه هوای دبله چیکن هوای تیج میکنم گفتم من بازار کار میکنم هم خیلی آدم اومد هم خیلی گپ زد. خاک ترام میگه که ما شام جنگ وای میکنم پیشگیری میکنم نمیمونم. دولت درباره گل پروری ای ما بپرسه ما چخیر درباره گل کی میشنونیم، کدام موسم گلو کدام موسم دارد، بهاریش کدام ای، تیر ماهیش کدام ای، زمستونش کدام ای. ترامپ دایم وای ترامپ نامدار ایده وای خودش بسیار همین نامی خچه وای کردگی دامی بین مردم گذاشتگی. در هر 4 سال یک باری به فیلم هسته. امسال نه. پیگیری نه. تاجیکستان مهمه فقط. فکری ما هم همین ترامپ شود برای جنگ نمیشود. ترامپ شود زور میشه باخلا در پشت راست میستم واسه. اهمیت نداره ولی مملکتی آنها دوشون میدونن ما چی تو